بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان دوست داشتنی و همیشگی پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. خوشحالم که با یک گزارش دیگه در خدمتتون هستیم. همونطور که میبینید در این گزارش در خدمت ابراهیم ساویز عزیز هستیم که از شعرها و هنرمندان دوست داشتنی فوق العاده محبوب و خوش اخلاق و البته خوش سیمای بلوچستان که به استدیوی ما اومدن و دعوت ما رو لبیک گفتن. ابراهیم ساویز رو تقریبا همه دوست دارن به خاطر اون کارهای هنری و درجه‌ای که به هر حال ارائه شده در طول سالهای اخیر و بنا به مطالبه و درخواست خیلی از بینندگان و همراهان پایگاه ما از ابراهیم خواستیم که به استدیوی ما بیاد و در خدمتش هستیم. من از ابراهیم میخوام اگه امکانش هست حالا شروع گزارشمون ایشون خودش رو حالا معرفی و گفتمان اول گفتگوی ما با زبان بلوچی باشه. ابراهیم عزیز رو به احترام شما همراهان دوست داشتنی ما در حوزه بلوچستان حالا باز هم در ادامه. خب ما در خدمت ابراهیم هستیم. ابراهیم جان این شما و این هم میکروفون پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. دیگه بلوچی نامی و من تشکر کنم منتوارم چه کسی که این نامی برای پایگاه خبری و مردمی خیلی تاثیرگذار، چون مصاحبه‌ان که از دوستان من گندو خیلی در جامعه نمودش پیدا کرده و شی بسیار عالیه. خب ابراهیم جان معیارجل دنبال کنه دیگه، نظرت رسیدی کنه قشنگ پایگاه؟ بله بله. نظر شما چین در مورد پایگاه؟ من حقیقتا اوایل هیچ چیز نزاند که معیارجل هدفی چیه، خبرای مثلا ورزشی، خبرای اجتماعی، تا که دوستان نمودی ماجرا در اجتماع و بین حالا مردم عادی و هنرمند و ورزشکار فرقی نهشته، یعنی با مسئول به همه سبک و سیاق، به هنرمند و یا ورزشکار به همه احترام و عزت، حتی مثلا مردم شی برای من جذابت. خب خبرنگاری من زیاد دیسته، مصاحبه هم زیادم کرده، تلویزیون هم بودتگم. خب این چیزایی که راجب خلاقیتن شی من گندم مثلا این پایگاه هسته. ابراهیم تو ما رو بگوش که چی بود که اصلا وارد عرصه بازیگری بوده؟ بازیگری من از دوره راهنمایی علاقه بوده. مثلا اول راهنمای جذب گروه تئاتر مدرسه بودن و شروع این کار نمایشه. اولی سال هم مثلا مقامه یا دوم یا اول نزنم فکر دوم یا که محمد آباد هم مقام یارت بازیگری اول یکی از دوستان من حال بعد دوست بودم که من تشویق بودم ترغیب بودم و ویلو هم نکن دیگه این کس سمیجتون که بعد پاچ بود به انجمن نمایش در ارشاد و دیگه خانواده مخالف آزمون خیلی چیز دیگه محدوده، اصلا نزانتش در واقع به چه شکل ما چیه کنه تئاتر مخصوصا ارتباطش نگرفته خانواده ها اصلا ماش نهشت، یعنی اصلا به چه قیمتی چرا اصلا لازم نهشت شما چی رسی. من تنها چیزی که هیچ وقت نتون جواب برایم پیدا کنم من چی رسی مثلا. خب چی رسی یعنی مالی دیگه اغلب، آیا حقوق نه داوطلبانه از روی عشق علاقه و عشق و علاقه رو هیچ توجیه نه، تو هر چی بگوشتم بهانه بیش نه حتم برای در رفتن از درس و فلان، در واقع نه تو این کار ما نتیجه داد. خوشحال نویسندگی سخت‌تره یا بازیگری؟ من احساس کنم اصلا شان چوشکا مثال مجنم به نظر من، چون که شان اصلا شاخه های مخصوصی یعنی تخصص مخصوصی، ولی من نویسندگی چون شروع کرده وقت نمایشنامه نویسی به این شکل ما دوست داشته تئاتری بازی کنه، همسن سالان ما بازی بکنم، من با مثلا دستیار بی آقای مولازی بی متن ما رو نبوده این سن سال مثلا دانش آموزی ما مجبورت بنویسیم وقت برای نمایشنامه پیشین داشتگن زحمت کشته زاهدان برتوانتگن پناه برهانی در آبادان روستای برتوان بالاخره مثلا شکا بوده که به نتیجه رسته. خدایش مالا فکر کنم این کارو انجام داده چطور که نزنه انرژی با چه انرژی و شوقه. ابراهیم یک عمر چیزی حدود 20 سال شاید بیشتر رو در عرصه هنر فعالیتت کرده و چهره بوده. ایشی به ما بگوش که یک خاطره ای که احساس کنه شیرین ترین خاطره دوران هنری شما بگید. شیرین ترین که همین انتظار مثلا شی نبوده که مشهور ببین مزد ما در واقع مشهور بودیم بو یهو این حقیقتا صادقانه یک گروه جوان یه کار را انجام بده و چون با صداقت تمام و انرژی تمام
وقتش کامل هشته در اختیاری کار جواب داد ناخودآگاه. خب ابراهیم جان ساویس تو ما رو بگوش که واکنش مردم نسبت به شما در خیابان در جاهای مختلف در انظار عمومی چیه؟ مردم از نسبت به شما چه واکنششه؟ آیا این شهرته که شما صحبتی کو خوبه یا نه؟ بچه مردم عالیه در جیک استقبال بی چارن لوتن، اما من به عنوان یک کسی که حرکت ایجاد کردم در اجتماع، در یک کار هنری درخشم، در یک مثلا سریالی بازی کنم یا ورزش، حالا فرق نکنه، من دوستان سراغ دارم که در رشته دیگه معروفن، خیلی هم قابل احترام، اما من تنها چیزی که خاطره هم بی بگوشم شیه که باید تو چشماندازی بعد از معروفیت داشته بیم. چی تنها چیزیه که من تیوت ندیست، یعنی من همچین برداشت نکن که من بعض معروفیت چکار کنم، چطور این انرژیه که معروف بودگون به حرکت اجتماعی تبدیل بکنم، به کاری تبدیل بکنم، آموزشی تبدیل بکنم که مثلا شهروندی که همسن سال من هردن توی شوقشی ایجاد بوشی من کجا معرفی کنم؟ مالا پر سوال و جواب. آقا در اینستاگرام یا مثلا هر جا من گندن در خیابان گوش ما چیکار بکنه؟ بازیگر به نویسنده من چیش بگوشم؟ آقا من نتونم چون من یک پروسه طی کرده 20 سال شما دی شاهد و ناظر ماشا آشنایم دوستین تا یک ملکی خواهی نتونم بگوشم 20 سال نامیده بی، ولی خب الان سریعتره، اما پشتکار لوتی، اما مداوم یک تلاش را پیگیری لوتی و که برای هر حرکت، برای هر چیز، برای هر رشته اگر تو لوت موفق به بعد از موفقیت من چیه کنم؟ همیشه رسیدن به قله شاید آسان نه، شاید ممکن ببی، ولی بعد از من چه کارم چی خیلی مهمه. اما خیلی از شما شاید مزانه که ابراهیم ساویس علاوه بر یک نویسنده قهاری هم یک بازیگر توانمندی ها، یک شاعر خیلی خوبی هم. حالا ما ابراهیم لطفاً جوز کنین که من به شما بگوشم که 1 سال 2 سالی به ابراهیم در عرصه شعر و ادبیات هم کارهای فعالیت‌های چشمگیر و درجه‌ای که داشته و ابراهیم توضیح بده اصلا چی بود که شما به سمت شعر و ادبیات یهده؟ یاسین بینی قصه شین که هر کس با قلم سر کار بود، قلم به دست بود، نوشتی چه میدونم هر کاری نویسه ولی ربط به زندگی داشت، حتما شوقی در شعر داری. من شعر زندگی زانم و تو به شخصه من گوشم که جهان بدون شعر و بدون شاعر جهانی کسالت بارد. آقا جهانی خیلی بریختیت، یعنی اگر یکی بلوت معنا برای درست بکن، معنای پیدا کن در زندگی، من رو چهال من گفته غمگین و ناراحت و افسرده و مخته یا هر رو یا یک هفته من با چی لوت معنا پیدا کنم؟ من چی بوانم؟ من چیکار بکنم؟ وقتون کمشون دیگه مثلا مریض یا هر اتفاقی، تنها شعر نجات بخشه، تنها شعر رویش دوباره ایجاد کم، بارش دوباره ایجاد کم، فکر بچه که مثل اتاق بسته درون من ببین پنجره شعر برای من و برای من خیلی جذاب بوده از ابتدا که من شعر وانته اصلا نگوشتگم و تا الان که و تو شوق شی پیدا کرده. حالا کدب تلار من چم تهار زبان بند، حالا کدب تلار من چم تهار زبان بند، منی دلا گوهر نفس کپیت گرنبگ پدا، منی دراهن زند حل کمیتگی که روستگ آی چم چه بازی راه چارگا هشک و وار تلوسیت پزنده سر پا مردمی شتگ و سهرین جامگی پدا بیت دریگتین پدا بیت. حالا که تصمیم به رفتن داری گریه کم میآورم، باید در عمق غمگین چشمهایم چاه بکنم و اگر چشمهایم کم نیاورند بر روی گونه هایم رودی با نام تو جاری می شود تا به دریای سرخ بریزد. بسیار عالی. یک کار دیگه اعتراف می کنم
دوست داشتنم تابع قوانین وطنت نبود، تو بوسه های پنهان میخواستی، من وسط شهر شلوغ میبوسیدمت. حالا بگو مقصر منم یا زیباییت، نزدیکتر بیا تا بوسه به بوسه کشفت کنم حجاب من. بسیار عالی. ابراهیم، دنیای شاعر بودن چه دنیایی؟ چطور گنده؟ آیا خوبه یا نه؟ اصلا احساس تو چی از چی که الان 18 ماه ابراهیم صابری بازیگر به سمت شعریت، دنیای یک شاعر چطور گنده؟ فوق‌العاده و عجیب، خیلی طوفانی، آرام، متوجه، موزیکال و گاهن سرد و گاهن گرم، قشنگ. آقا خیلی خوب، همه جوره آدم پای کار، احساسی سر سفره تچکن تو احساس آرامش دست دادن دیگه در. یعنی من گوشم که به هیچ وقت یک آدمی که شعر چه بوان چه بگوشی اصلا فرق نکن، دو تا حوزه به هم کاملا مربوط، حالا با یه سری تفاوت، اما تا مگوشه تا موانع من نزانم اصلا زندگی چطور ممکنه بیم. من اگر نفس تنگی گرم از دلتنگی، از عشق، از غم، از آوارگی، از غربت، چه چیزی تو اون حال من خوب کنم؟ شما بگوشید چه چیزی جز شعر فوری آنی در دسترس؟ خب بر نوشتن همین، من فیلمنامه نوشته با 2 سال فقط حق چیز پخش ببی، فلان ببی تا من نتیجه کار و احساس نه یا فکر نه بگه. شعر آنی قشنگ، ولی دیگه اهلی و صفا و صدق و خلوص خاص شاعرانه و تلویتی حقیقتا. آره.